سلام به توی که داری این ویدیو رو میبینی. خیلی خوش اومدی به یه ویدیوی دیگه از چنل Level Up English. توی این ویدیو قراره بریم رنده کنیم second conditional رو، شرطی نوع 2. پس بدون معطلی بریم که داشته باشیم. این ویدیو رو لایک کن. شرطی نوع 2 ساختارش به این شکل است: if به علاوه simple past گذشته ساده، به علاوه would، به علاوه یه دونه ورب که به حالت ساده میاد، نه گذشته نه شکل سوم، هیچی، حالت ساده. If I had a lot of money I would buy a car. If I had a lot of money I would buy a car. اگه پول زیاد داشتم ماشین میخریدم، پراید میخریدم حداقل. یه مثال دیگه: If I had free time I would watch a movie. If I had free time I would watch a movie. اگه وقت خالی داشتم یه فیلمی تماشا میکردم. حالا چه فیلمی نمیدونم. یه مثال دیگه: If she had a better computer she would play video games. If she had a better computer she would play video games. اگه یه کامپیوتر بهتر داشت اون خانومه she would play video games. ویدیو گیم بازی میکرد. یه مثال دیگه: فقط بچه ها قبل از اینکه مثال آخر رو کار کنیم، شرطی های نوع 2 واسه جملاتی استفاده میشن که احتمال اتفاق افتادنشون خیلی کم یا غیر ممکن یا غیر واقعیه، برخلاف شرطی های نوع 1 و 0. بریم سراغ مثال آخر. If I lived in Japan I would visit Tokyo. If I lived in Japan I would visit Tokyo. اگه ژاپن زندگی میکردم از توکیو بازدید میکردم. و مثل همیشه ازت میخوام keep learning keep growing، به یادگیری و رشد ادامه بده. دوستتون دارم. حتما چنل رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد.